سلام علیکم، لاریجانی هستم. ترامپ مشکلش اینه که عقلش نمیرسه. ملت ایران ملت رشیدن، ملت قوی هم، ملت با اراده هم. هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی‌تر میشه. برای من رفتن آقای دکتر لاریجانی از این مجموعه فی نفسه یه خسارته. یعنی واقعا شخصیت ایشون دوست و برادر عزیز ما، با ایشون دوستیم، برادریم، همفکریم، رفیقیم. امیدواریم میدان برای تازه نفسترها و کسانی که آمادگی دارن تو این میدان کاری وارد بشن باز باشه. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه‌های سنگینی به این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.